سلام، من سوهام و اینجام که آخرین تسک 25 سالگی ما انجام بدم و اونم این که اولین ویدیو یوتیوب ما آپلود کنم. دلیل گرفتن این ویدیو این بود که دلم میخواست وقتی که 20 سالم بود، 21 سالم بود، یه نفر بود که این چیزهایی که تجربه کردم و بهم میگفت تا بتونم خیلی بهتر دوران 20 سالگیمو طی کنم. هرچند که همین الانش به نظرم بد نبوده، خوب بوده، تجربیاتی رو به دست آوردم، ولی اگه برگردم به عقب قطعا یه سری چیزا رو عوض میکنم. برای همین تصمیم گرفتم بیام یه ویدیو بسازم و به آدمایی که یه جورایی هم مسیرم با من کمک کنم تا بتونن 20 سالگی خیلی قشنگتری داشته باشن. اولین چیزی که نیازه بدونی اینه که هیچ کس برای تو اینجا وجود نداره، نه مادر، نه پدر، نه برادر، نه هیچ کس. اوکی شاید یه سری استثناها وجود داشته باشه این بین، اما تو این مسیر باید در واقع خودت رو با خودت ببینی. هیچ کس وجود نداره به جز خودت. تو این مسیر که خودت با خودت داری میری دو حالت داره. یا تو 29 سالگی میتونی تبدیل به یک آدمی بشی که نمیدونی هنوز داره چی کار میکنه و یه جورایی خودش رو گم کرده و اینجوریه که خب الان چیکار کنم، 29 سالمه، داره 30 سالم میشه و استرس و یا به یک آدمی تبدیل بشی که میدونه داره چی کار میکنه و میدونه که این مسیر رو داره خوب پیش میره. و این ویدیو برای اونایی که میخوان دومی باشن، قراره اینجا کمک کنیم به هم که بتونیم به اون 29 سالگی خوب و خفن و دلخواهمون برسیم که افسردگی نگیریم. هرچند که سن فقط یک عدده و اگه 30 سالت باشه یا 40 سالت باشه هم میتونی این مسیر رو بری. مهم نیست که 20 سالته، 22 سالته، 23 سالته، 30 سالته، وقتشه ورزش رو شروع کنی. هر وقت شروع کنی دیر نیست. برای اینکه خودت رو بتونی نجات بدی، برای اینکه آینده‌ت رو بتونی نجات بدی و بهش کمک کنی، باید بری ورزش کنی. برای اینکه توی 80-90 سالگی بتونی بری دستشویی و کسی بهت کمک نکنه، از الان باید شروع کنی. هیچ وقت دیر نیست برای انجامش. هیچ وقت دیر نیست. از هر وقت که میتونی شروع کن. و اگه میتونی برو باشگاه ثبت نام کن. اگه نمیتونی برو تو پارک ورزش کن، یا هر کاری که میتونی برای بدنت انجام بدی، برای قوی تر کردن بدنت انجام بدی رو انجام بده. به ورزش کردن مثل مسواک زدن نگاه کن. ورزش کردن علاوه بر اینکه باعث میشه یک بدن فیت داشته باشی، باعث میشه که سلامتی بدن تو حفظ کنی. من به جنبه فیت شدن حتی دارم نگاه نمی‌کنم. خواهش میکنم ورزش کردن رو هر چه زودتر شروع کن. دومین چیزی که بهش نیاز داری یاد گرفتن مهارته. توی هر چیزی که بهش علاقه داری بگرد، امتحان کن. اگه دوستش نداشتی بیا بیرون و برو مهارت دیگه رو امتحان کن. به این فکر نکن که یه سری آدمون ممکنه بهت بگن تو خیلی از این شاخه به اون شاخه میپری. اصلا اهمیتی نداره. آدم باید از این شاخه به اون شاخه بپره تا مسیرش رو یاد بگیره. ولی ازت خواهش میکنم حتما مهارتی که دوست داری رو یاد بگیر برای اینکه بتونی ادامه بدی و در نهایت بیزینس خودت رو داشته باشی. زندگی کارمندی موقت نمیتونه توی 30 سالگی بهت کمک کنه. حداقل این چیزی که من فکر میکنم باید یک مهارت یاد بگیری. میتونه هر چیزی باشه، میتونه یادگیری زبان باشه، حتی اگه بلدی میتونی بری مهارت تدریس کردن رو یاد بگیری. یاد بگیر چطوری قهوه رو دم‌آوری میکنن. شاید در آینده بخوای کافی خودت رو بزنی. میتونی بری طراحی لباس یاد بگیری. هر چیزی که بهش علاقه داری. قطعاً نیاز داری یه روزی بیزینس خودت رو داشته باشی. هر وقتی میتونی بپر توش و بیزینس خودت رو بزن، چون قطعاً بهش نیاز داری. مورد سوم که احتمالاً اولین مورد با هم بود، آدمای ترسیو از زندگی بیرون بنداز. مهم نیست اگه تنها میشی، در نهایت به هر حال خودتی و خودت. آدمای تاکسیک از زندگیت بیرون بنداز. مهم نیست رابطه تاکسیک باشه یا دوست تاکسیک. ممکنه بس حتی اون آدمای خوبی باشن اما برای تو خوب نیستن. پس لطفاً آدمای تاکسیک رو از زندگیت حذف کن. به هر شکلی که شده. اون آدم نمیتونه به پیشرفت تو کمک کنه، نمیتونه به 30 سالگی تو کمک کنه. پس لطفاً برو و اون آدم رو از زندگیت حذف کن. هر چه زودتر بهتر. همین الان. این مورد که احتمالاً هیچ کس بهش توجه نمیکنه. خود من خیلی سختمه که باهاش درست رفتار کنم، اما خب تازه که دارم بیشتر یاد میگیرم که چطوری انجامش بدم. اونم اینه که با پول درست رفتار کن. خیلی سخته، اما لطفاً باید با پول درست رفتار کنی.
باید قدرش رو بدونی و نگاه کنی خرج چه چیزایی میکنی. ممکنه که 30 سالگی تو از 20 سالگی تشکر کنه به خاطر پسندازی که براش گذاشتی. ممکنه خیلی کار از دستش بر بیاد. یه جورایی انگار داری به یک فردی که خیلی عاشقشی کمک میکنی و اون فرد کسی نیست جز آینده خودت. کی بهتر از کسی که آینده منتظرته تا دستشو بگیری؟ خیلی جالبه ها. آدما معمولا منتظرن یکی بهشون کمک کنه و تو هیچ وقت نمیفهمی که اون آدمی که میتونه بهت کمک کنه در واقع گذشته خودته. پس لطفاً به دوست خوبت، به عشق زندگیت که خودتی در آینده کمک کن. براش پسنداز جمع کن هر چقدر که میتونی، هر چقدر، اصلا اهمیتی نداره. تو بگو یه کوچولو، هر چقدر کوچولو هم باشه میتونه خیلی به آیندت کمک کنه. دستشو بگیر حتما. تفریحات و عادت‌هاتو سعی کن به عادت‌ها و تفریح‌های خوب تبدیل کنی. مهمونی رفتن خوبه، کافه رفتن خوبه، تفریحات این شکلی خیلی خوبه، حال میده، خوش میگذره و من نمیگم اینو انجام نده، حتما اینو انجام بده به خاطر اینکه توی 20 سالگی آدم خیلی بهش نیاز دارن. ولی لطفاً تفریحات دیگه هم بهش اضافه کن، تفریحاتی که ممکنه در آینده خیلی بهت کمک کنه، مثل کتاب خوندن. من حقیقتا تا همین 2-3 سال پیش خیلی کتاب نمیخوندم و خیلی علاقه نداشتم، ولی الان که 26 سالم شده میفهمم که چقدر کتاب میتونست بهم کمک کنه، چقدر میتونست کمک کنه آدم باسوادتری باشم، چقدر میتونست کمک کنه آدم خفن‌تری باشم. و کتاب جزو اون تفریحاتیه که باید به زندگیت اضافه کنی و لطفاً این کارو بکن. کتابایی که داری و نخوندی رو شروع کن به خوندن. حتی شده روزی 1 صفحه شروع کن، روزی 1 صفحه رو بکن، روزی 2 صفحه، روزی 2 صفحه رو بکن، روزی 3 صفحه و هر طور که میتونی پیش برو و حتما مطالعاتت رو بیشتر کن. مورد بعدی موردیه که خودم خیلی سختم بود که انجامش بدم، اونم بیرون اومدن از محدوده امنم بود. خیلی سخته، مخصوصا وقتی که اضطراب اجتماعی داری و اینکه بخوای بیای از محدوده امنت خارج بشی به شدت اذیت کننده است. جاهایی برو که نمیری، برو سفر، برو عشق و حال کن، تجربه کن، زندگی کن، چیزای قشنگتری امتحان کن، تجربه‌های بیشتری کسب کن و زندگی تو بساز. از مسیرت لذت ببر. لطفاً اینقدر به خودت استرس نده. میدونم احتمالاً بابت هر چیزی ممکنه به خودت استرس بدی، ممکنه فکر کنی که آیندت معلوم نیست چی بشه، ممکنه که برای درست، برای وضعیت خانوادت، برای وضعیت رابطت، برای هر چیزی شبیه به این احساس اضطراب کنی، بترسی و این کاملا عادیه. ولی نذار این ترس های کوچیک زندگی رو ازت بگیرن و باعث شن که بیفتی. هر وقتم افتادی اشکال نداره، فقط دوباره بلند شو لطفا. و در نهایت میخوام اینو بگم که هیچکس قرار نیست مسیر تو رو درک کنه. یه نفر تو درس خوندن موفقه، به تو میگه درس بخون، تو درس موفق میشی. یه نفر درس براش موفقیت نبوده و بهت میگه تو درس چی نیست، درس نخون. یه نفر دیگه تو ازدواج موفق بوده و بهت میگه ازدواج خیلی خوبه، و نفر بعدی میاد بهت میگه که ازدواج خیلی بده، ازدواج نکن. آدما با توجه به تجربیات خودشون بهت نظراتشون رو میگن، پس لطفاً تو هم طبق تجربه خودت این رو به دست بیار و اجازه نده هیچ کسی بهت بگه که چیکار کنی چیکار نکنی. از مسیرت لذت ببر، ولی یادت باشه چیزای خوب برای خودت نگه داری و یادت باشه که در نهایت کسی که برات میمونه خودتی. پس به خودت کمک کن. مرسی که تا اینجای ویدیو هم بودید. حقیقتا خیلی استرس زیادی داشت برای اینکه بخوام بیام جلوی دوربین و صحبت کنم، مخصوصا اینکه یه دوربین پرفکت نداشتم و یا یک نور پرفکت نداشتم، اما در نهایت دلم میخواست که اولین ویدیومو شیر کنم و این شکلی نبود که بیام بگم من اینا رو بلدم به شما بگم. در واقع چیزایی رو بهتون گفتم که خودم دلم میخواست بشنوم. پس این ویدیو رو شیر میکنم که در آینده خودم هم ببینمش و کایند ازش درس بگیرم، چون چیزایی که خودم میدونم ولی در عمل یکم برام سخته که انجامشون بدم. حالا امیدوارم که با هم بتونیم انجامشون بدیم و در کنار هم به بهترین شکل پیش بریم. اینم بهتون بگم که این پیج اینستای منه، هر وقت که دلتون خواست میتونید بیاید با هم راجع با آیندهمون استرس بکشیم و کوچکترین کاری که میتونیم با هم بکنیم اینه که با هم جلو بریم و با هم به هم کمک کنیم. مرسی که تا اینجای ویدیو کنارم بودید. خدافظ.